سلام بر شما. برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز است. در استودیو شوکتی محمد با شما هستم. حالا توجه کنید به سرخط خبرها. بیماری تنتکی جنابشان تا به رئیسان ناحیه سرایت کرد. در ناحیه تیمورملک به پیشوازی اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه که با تلپک و پالتا آمده بود، دخترکان نورس را با لباسهای تونک و آستین کوتاه اطلس و ادرس برآوردند. در شهر ایرکوتسک روسیه شهروند تاجیکستان به اتهام عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی بازداشت شد. در مرکز ناحیه سیردریای ازبکستان بیش از 50 راننده دست به تظاهرات زده راه ماشینگردی گلستان تاشکند را بستند. به پیشواز فاتح امینزاده اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه تیمورملک در مراسم افتتاح یک داروخانه و یک داروخانه بیطاری در شهرک کنگورد در عرفه زمستان دخترکان را با لباسهای تنوک برآورده قطار کرده اند. در حال امینزاده و همراهانش با پالتوهای گرم با کر و فر روبروی دختران ایستادند که بیچاره ها در سرما صف کشیده در وصف این مغمبرها شعر میخوانند. در عکسی که از رفت این پیشواز عکاسی شده است دیده می شود که کرته های بعضی دخترکان با وجود هوای سرد آستین کوتاه است. فاتح امینزاده حالا اجرا کننده رئیس تا به حال امر به وظیفه نشده است. تنها اجرا کننده دلش اینقدر هنگامه میکشد. تا این حد موج عزت طلبیش تلاطم کرده است که حالا رئیس نشده در دوام 9 روز آخر 2 مراتبه به پیشوازش دخترکان را با لباس تنک صف کشانده اند. روز 19 نوامبر در مراسم افتتاحی دروازه ناحیه تیمورملک نیز فاتح امینزاده و دیگر راهبران محلی را که با لباسهای گرم زمستان رفته بودند، دخترکان با لباسهای تونیک دخت تابستانه اطلس و ادرس به پیشوازی آنها برآمده بودند. این گونه دخترکان را نیمه اوریان به پیشوازی کلانها در سرمای زمستان برآوردن بار اول نیست. به پیشوازی کلانهای حکومت تاجیکستان امامعلی رحمان حتی در سرما در تگ برف و باران دخترکان را با دخت لباس تابستانه با کرته های اطلس و ادرس چندین بار برآورده اند. بیمار و بیهوش شده افتادن و حتی این پیشوازی رئیس جمهور به بیمارخانه انتقال یافتن ها رسانه‌ای شده است. چندین بار از پی این گونه پیشوازهای جاهلانه و نامناسب به فرهنگ مردم غیور تاجیک خود امامعلی رحمان طلب کرده بود که تشکیل چنین پیشوازگیری های پرخرج و پردبدبه را نکنند. ماه ینوری سال جاری به پیشواز رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت ضمن سفرش به پنجکند همین گونه دخترکان را با لباس تنک در قعر زمستان صف کشانده برآورده بودند. احمدزاده در مراسم افتتاح یک کارخانه در سر تلپک و در تن پالتوی غفص ولی دخترکان نورس که برای پیشوازی او برآمده اند در تنها یک کرته اطلسی آن هم آستین‌هایش کوتاه پوشیدگی ایستاده بودند. این عزت طلبی و تنتکی از کلان جمهوری به کلان ولایت و اکنون امروز به کلانچه یک ناحیه سرایت کرده است. اما از چی باشد که رئیسان ولایت و ناحیه ها سرکشانه برای به پیشواز برآوردن دختران تنک پوشیده مسابقه میکنند؟ اگر همین احمقی تاب دل خودی امامعلی رحمان نمی بود و از تنتک بودن ننگ می داشت، در حال کدام مسئولی که به این بیناموسی راه میداد به جوابگری میکشید و جزا میداد. تمام و سلام. این عمل ننگین دیگر تکرار نمیشد و اکنون این بیماری تنتکی به زیر دستانش رئیسان ولایت و حکومت های ناحیه ها سرایت نمیکرد. ببینید، رئیس جمهور طلب میکند که این طرز پیشوازگیری را حتی برای خودش نکنند، اما رئیسچه ها
آرزو می‌کنند و یک خودشان را در جای جنابشان تصور می‌کنند. اینجا می‌خواستم بپرسم که چرا باید محض دخترکان نورس رئیس جمهور و مهمانانش و رئیس چهایش را پیشواز گیرند؟ مگر پسر بچه ها یا خوانندگان مکتب های کدیتی پیشواز گیرند نمی شود؟ چرا در سرما محض باید نیمه اوریان با لباس تنوک تابستانه باشند؟ علت چیست که نباید موافق باد و هوا لباس پوشند؟ چرا خودی مسئولین به خود روا نمی بینند که در چنین مراسم ها در سرما با لباس تنوک بیایند؟ ببینیم فعالان شبکه های اجتماعی و کارشناسان به این سوال های مطرح کرده ما چه پاسخی دارند. اصلا چرا باید رئیس جمهور و رئیسان در داخل کشور پیشواز گرفته شوند؟ واقعا هم هنوزم سوال هست برای من. ببینید در هر کشور دیگر هم وقتی نمایندگانی کشورهای دیگر می روند یا عموما از این منطقه به اون منطقه سفر میکنند، هیچ وقت هیچ کسی رو پیشواز نگرفته است و نخواهد گرفت و اگر پیشواز هم گرفت تنها با نشان اعتراض و یا تظاهرات که این کاملا از اون چیزی که در تاجیکستان امروز برگزار میکنند فرق دارد. من از اول همیشه ضد چنین مراسم بودم و متاسفانه باید بگویم که در ما این فرهنگی که زنان باید پیشواز بگیرند یا که زنان باید آرام باشند، زنان باید خود را آرام بدهند، تاجیکانه رفتار کنند به قبل در ناخنک، اینا رو در مکتب و دانشگاه می آموزند. متاسفانه هنوز من خیلی خوب در یاد دارم که آموزگارانی داشتم که خیلی کوشش میکرد برای ما آداب نشان بدهد که اصلا برای من سوال بود که چرا برای دختران بیشتر تاکید بالای آدابشان میکنند نه بالای دانش و جسارتشان. این یک. دوم اینکه اصلا من نمیفهمم چرا باید ما مطرح کنیم که با چه لباس میبرایند. این اصلا برای من حتی مورد بحث نمیتواند باشد، چون که دختران اصلا نباید اونجا روند و پیشواز بگیرند. این هست سوال و من فکر میکنم که حتی میتوانم فرض کردم اگر این سوال این خیلی مطرح کنیم از دیدگاه شما که اگر یعنی در فصل سرما لباس های سرما پوشند، پالتو پوشند، شپکه داشته باشند، این برای شما میتواند خیلی خوب باشد که اما من فکر میکنم هنوزم بد هست. یعنی مهم آن نیست که در تن دختر چه هست، مهم آن نیست که فصل سرما هست یا تابستان هست یا بهار، مهم آن است که این دختران باید اونجا برده نشوند. این هست سوال مطرح و من اصلا فکر میکنم که دیگر باید دختران ما خودشان آهسته به اون سمت بروند که این کارشون درست نیست و آهسته برای نگفتن خود رو آماده کنند. من اصلا خیلی متاسفم که در جامعه ما هنوزم دختران رو فقط برای راضی بودن تربیت میکنند، چی در مکتب باشد چی در دانشگاه. تکرار شود هم میگویم که در ما فرض کردیم هم در مکتب هم در دانشگاه معلمان بیشتر توجه بالای آن میکردند که دختر با آداب باشد و با آداب دختر با بلند نکردن صدایش، با اعتراض بیان نکردن، نمیدونم با بحث نکردن بیان میشد، نه اینکه با دانشش. من از این خیلی نگران بودم و هستم و فکر میکنم که دیگر امروز مرحله فرا رسید که دختران ما خودشون باید نگویند و برای این ما باید یک راهی رو پیدا کنیم. من این رو همچون یک شهروند اولا محکوم میکنم، چون این مخالف معیارهای یک جامعه دموکراتی است. در یک جامعه دموکراتی نباید این گونه اتفاقا بیفتد. این یک. دوم، این اتفاق در ناحیه تیمورملک شهرک کنگور افتاده است. واقعا آشکارا نقض کردن حقوق زن مخصوصا نابالغ است. واقعا ما باید جامعه شهروندی، حقوقدانها، کمیته های مربوط به زنها باید واقعا شدیداً به این چیز برخورد کرده شود تا از حقوق زنها مخصوصا نابالغان این گونه استفاده نشود. در هوای سر با لباسی تابستانه چند ساعت نگاه داشتنی بیچاره این دخترکا، این واقعا پایمال کردن حقوق زن است. واقعا جدی باید برخورد کرد، باید به نهادهای مربوطه شکایت کرده شود و دقیقاً هم این گونه
جلب کردن اجباری است، یا برای دانشجو یا خارج کردن از دانشگاه برای طلبه به نماندن بها این گونه تهدیدها میشوند و اینا مجبور هستند که اطاعت کنند و در این هوای سرد مخصوصا با لباس‌های تابستانه. اصلا جلب زنها در هر گونه کار این گونه فرهنگی که دانشجو یا طلبه مکتب خودش غیر قانونی محسوب میشود. اما در تاجیکستان ما میدونیم که هیچ کس این چیزی را اهمیت نمیده و میگویند که اختیاری است. اما دقیقاً من اصلا مطمئن هستم که این کارا اختیاری نیست و مجبور است و باید شدیداً برخورد شود با این گونه عامل‌ها که حقوق زن‌ها مخصوصاً نابالغ‌ها پایمال می‌شود. باید نگفته نماند که سر و صدا و اظهار نارضایتی به این گونه عملی بی‌ناموسانه در شبکه‌های اجتماعی کم نبودند. صدها نفر این عمل ننگین را محکوم کردند و ضدیت خود را بیان نمودند. امید داریم مسئولین منبع چشم گوش واقعیت بین خود را تبابت میکنند و با دست کشیدن از این بی‌ناموسی یک ملت را نیز از این ننگ نجات بدهند. دیروز 27 نوامبر در مرکز ناحیه سردریای ازبکستان در حدود محله آخوند بابایف بیش از 50 راننده به خاطر کمیافت شدن گاز طبیعی دست به تظاهرات زده راه ماشینگردی گلستان تاشکند را بستند. تفصیلات بیشتر از این خبر و چند رویداد و خبر دیگر را همکارم صفیه گزارش می‌دهد. پرونده یکی از اشتراکچیان پرونده مسکو سمریدین رجبوف زاده تاجیکستان را که با تهدید استفاده زورآوری نسبت به نماینده حکومت در گردی‌همایی روز 27 ایول عیبدار می شود، دادگاه توری شهر مسکو تصمیم گرفت به پروکراتوره برگرداند. тавri новая газета خبر می‌دهد دادرس ماریا سیزینسوا قید کرده است که در خلاصه عیبنامه جای صادر شدن جنایت صحیح ذکر نشده است. سرگئی بادامشین حمایتگری رجبوف گفته است خانه‌ای که در پرونده همچون مکانی صادر شدن جنایت نشان داده می شود در اصل وجود ندارد. در همین حال دادرسی چاره پیشگیری نسبت به رجبوف را تغییر نداده او تا 27 دکبر در بازداشتگاه تفتیشاتی سیزا نگاه داشته می شود. یادآور می شویم سمریدین رجبوف روز 27 ایول در گردی‌همایی اعتراضی در مسکو بازداشت شده از 2 آگوست در حبس قرار دارد. تا زمانی حبس سمریدین با لقب مرد سرودهای رپ ایجاد کرده در تجارت ساختمان کار میکرد و گاه گاه در اقدامهای اعتراضی شرکت می‌ورزید. سمریدین عین زمان در صادر کردن جنایت‌ها مطابق 2 ماده کودکس جنایی روسیه اشتراک در بی‌ترتیبی‌های عمومی و استفاده زورآوری نسبت به کارمند پلیس عیبدار شده و او تا 11.5 سال زندان تهدید می‌کند. خدمات مخصوصی ایران 8 نفره را بازداشت کرد که در همکاری با اداره مرکزی اکتشافی ایالات متحده آمریکا ЦРУ گمانبر می‌شوند. بنا به اطلاع بخش خبری آسیای مرکزی با استناد به ایرنا، تهران ادعا دارد که بازداشت شده‌ها زیر نقاب روزنامه‌نگار شهروندی به جاسوسی مشغول بودند. آنها گویا درباره اعتراض‌های جاری در ایران معلومات جمع‌آوری کرده به خارج می‌فرستادند. گفته می شود واشنگتن رسمی تا حال این خبر را شرح نداده است. اعتراضها 15 نوامبر یکباره در چندین شهر ایران آغاز شدند. به ناراضگی ساکنان بالاروی نرخ بنزین تقریباً تا به 13 سنت برای 1 لیتر سبب شد. مقامات گفتند تنها با همین راه امکان حل مشکل‌های اقتصادی وجود دارد که در پی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به میان آمدند. سازمان بین المللی حامی حقوق امنستی اینترنشنال با استناد به شاهدان و فعالان ایرانی اطلاع داده است که در نتیجه پراکنده کردن تظاهرگران در ایران دست کم 106 کس کشته و نزدیک 1000 نفر بازداشت شدند. نماینده ایران نیز از هلاکت 10 نفر خبر داد. مقامات ایران این رقم‌ها را رد می‌کنند ولی شماری دقیق قربانیان را اعلام نمی‌کنند. مایک پومپئو کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا از تظاهرگران ایران دعوت کرده بود که به دپارتمنت عکس و ویدیوهای اعتراضها را فرستند. او گفت واشنگتن به علت خشونت و تعقیب فعالان ضد تهران تحریم اعلان می‌کند.
در شهر ایرکوتسک روسیه شهروندی تاجیکستان به اتهام عضویت در گروه تروریستی دولت اسلامی بازداشت شد. بنا به معلومات کمیته تفتیشاتی فدراسیای روسیه این مرد 26 ساله به خاطر جلب ساکنان به صفهای گروه جنگجوی دولت اسلامی به روسیه آمده است. این منبع افزوده است این شهروند تاجیکستان در نبردهای سوریه شرکت داشته و در شهر ایرکوتسک به گروه جنایتی پیوسته است. این گروه به آدمربایی و خرید و فروش سلاح مشغول بوده است. به هنگام بازداشت در محل زیستی بازداشت شده 14 عدد سلاح آتشفشان، 4 عدد اتومات و 10 عدد تپانچه، ادبیات دینی، فلشکارت و اودیو فایل ها مصادره شده است. کارشناسان میگویند در اکثر حالتها مقامات روسیه از وضعیت کنونی سوء استفاده میکنند و مهاجران گاه گاه قربان حرص رتبه‌خواهی بعضی افراد در دایره مقامات نظامی منطقه های روسیه می شوند. در نشست سران کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی که امروز در بیشکک برگزار می شود 21 مسئله بررسی خواهد شد. طور خبرگزاری کیرتاک خبر می دهد دانیار صدیقов رئیس شعبه سیاست خارجی دستگاه رئیس جمهوری قرقیزستان به خبرگزاری گفته است در این نشست بیانیه همکاری بین المللی در بابت مبارزه با تهدیدهای منطقه‌ای و جهانی که ابتکار قرقیزستان است به امضا خواهد رسید. در چارچوب نشست شورای وزیران کارهای خارجی، وزیران دفاع و جلسه کمیته های شورای امنیت کشورهای سازمان پیمانی امنیت دست جمعی نیز برپا خواهد شد. برای شرکت در این جلسه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نیز عازم بیشکک شده است. انتظار می رود در جریان نشست سران سازمان مذکور حادثه حمله مسلحانه به پستگاه اشقاباد واقع در مرز تاجیکستان و ازبکستان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. انتظار می رود اشتراکچیان این همایش قبل از همه تقویت سرحد تاجیکستان و افغانستان را محاکمه می کنند و سپس به موضوع نیروی نظامی و تهیه استراتژی گلوبالی ضد تروریستی توجه می کنند. گفتنی است یک واخوری بین سران دو کشور همسایه تاجیکستان و قرقیزستان در حاشیه این نشست صورت گرفت و در رفت واخوری تطبیق توافقات دو جانبه عاید به مسائل های مربوط به سرحد دولتی بین دو کشور محاکمه شد. دیروز 27 نوامبر در مرکز ناحیه سیردریای ازبکستان در حدود محله آخوند بابایف بیش از 50 راننده به خاطر کمیافت شدن گاز طبیعی دست به تظاهرات زده راه ماشینگرد گلستان تاشکند را بستند. اعتراض رانندگان از ساعت 9 تا 11 ظهر ادامه کرده است. مأموران پلیس با استفاده از نیرو اعتراضگران را پراکنده کردند. بنا به گفت شاهدان چندین نفر کرسی ها را در میان راه مانده نشستند. رانندگان از کمبود گاز طبیعی خسته شدند. بنابراین آنها که یگانه منبع تأمین نفقه خانواده‌شان مسافرکشانی است به محله آمده راه را بستند. رانندگان گفتند تا نماینده حکومت محلی به نزد آنها نآید راه را باز نخواهند کرد. اعتراضگران راه را ساعت 11 پس از آن باز کردند که نماینده حکومت محلی به نزد آنها رفته وعده داده است که مشکل را حل خواهد کرد. رانندگان گفتند در صورت اجرا نشدن این وعده دوباره دست به تظاهرات میزنند. با همین برنامه امروزه ما به نهایت خود رسید. برنامه‌های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net قابل دریافت است. خواهشمندیم هر رویداد یا حادثه‌ای را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم ما 49 15 16 46 15 947 توسط پیام‌رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. موفق و سربلند و پیروز باشید. با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم.